خب سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما حضار گرامی و بینندگان عزیز این لایو. خیلی خرسند و خوشحال هستم که امشب در خدمت شما بزرگواران هستم، عزیزانی که گواهینامه ادب دارن، گواهینامه احترام دارن، مدال لیاقت دارن. همه سروران بنده هستید، همه عزیزان بنده هستید. تک به تک شما رو دوست دارم. نمیخوام یه وقتی چیزی صحبتی بشه که عزیزان ناراحت بشن، اما یه بحث مهم دارم. ببخشید که یه خورده بحث ما رو میچرخانیم سمت اون یکی دوستان. ببینید دوستان، زمانی که یه دستمال کاغذی کثیف میشه اونو مچالش میکنن میندازن سطح آشغال. اگر هر شخصی، ما نداریم توی این لایف، ولی اگر کسی از جای دیگه بخواد بیاد حرفی بزنه که سقیف باشه، چون ما بیننده خانم هم داریم در لایف و به هیچ وجه دلم نمیخواد که به حضار گرامی بی حرمتی بشه و عزیزان وقت گذاشتن، هزینه کردن، اینترنت خریدن، آمدن وقتشان رو گذاشتن که از این لایو یه مطلب مهم به دست بیارن، به حال یه اطلاعات مفید، یه چیز خوب ببینن. دوست ندارن کلمات و کامنت های سقیف ببینن. به همین دلیل اگر کسی مثل شب گذشته بخواد بیاد چیزای نامربوط بنویسه، عین همون دستمال کاغذی که کثیف شده مچالش میکنم، میندازمش سطح آشغال و فوری اخراجش میکنم. چرا که اینا توهینی میدانم به حضار عزیز گرامی بنده که الان اینجا تشریف دارن. ما کارمون در مورد تخصصه. ما کتاب نیاوردیم خونه لیسانس بگیریم مثل داوود لیسانسیه، مثل فیلم دزد و پلیس. اون لیسانسیه بود. طرف ادعا میکرد که لیسانس داره، بعد میگفت نه تو کتاب ببری خونه بخونی لیسانس میگیره. آخه نمیدونم تخصص چه ربطی به یه حرفا داشت. خب ببینید، خروجی کار هر کسی، بنده اگر بیام اینجا خدای نکرده بخوام لاتبازی در بیارم میتونیم انجام بدیم، اما در شخصیت ما نیست. این در حد و اندازه ما نیست که بخوایم بد صحبت کنیم، لاتبازی در بیاریم. ما نیومدیم اینجا لاتبازی در بیاریم. من لایف های بعضی از عزیزان دیشب دیدم، یکی میگفت بخونم تو گونی فلانی رو ببرم، اون یکی میگفت دو جنسه بیارم بالا، حالا به یه عده‌ای از انسانات توهین میکرد به خاطر نقصی که دارن. خب خروجی اینا میشه چه کسایی؟ کسایی که میان همین حرفای سقیف مینویسن، عقلشان کوچیکه. وقتی یارو میاد تراوشات مغزی خودش توی لایو میگه، تراوشات مریض مغز خودش داره میگه، اینجا سوراخ بوده، این مال این دوره بوده، پای میت، سنگ میت اینو پاش میشستن. تو کدام کتاب اینا رو نوشته؟ به خدا دیشب پی بردم ما ایرانیا چرا 40 سال گرفتاریم و حق میدم به اونایی که سوار ما شدن. از ماست که بر ماست. ارتباط با بنده خب یک آیدی دارم، در خدمت شما هستم. SOZ 11220 در خدمت شما هستم در اینستاگرام. بنده سیستم فروش نیستم عزیزم. سیستم طراحی میکنم ولی سیستم فروش نیستم به اون چیزی که شما نوشتی اینجا. آره عزیزم، سپاسگزارم از شما. خب دیگه بالاخره از قدیم گفتن پرنده با پرنده، باز با باز. آره، هر کسی که توی راسته فکری هر کی باشه میره اونجا. ما اینجا در مورد تخصص صحبت میکنیم، در مورد علم صحبت میکنیم، در مورد کلیت کارکرد دستگاه ها صحبت میکنیم، در مورد مارک خاصی صحبت نمیکنیم. و عزیزانی هم هستن که اگر باز اعلام میکنم کسی بخواد بی حرمتی بکنه و بخواد، سپاسگزارم از آقای آریا، و بخواد جو لایو به هم بزنه، عین همون دستمال چرک میندازمش سطح آشغال. حالا اگر شخصیتش به اون اندازه است دوست داره، خب دیگه چیزی دیگه هم نیست. برای هزارمین بار عرض میکنم بنده در مورد اسکن ماهواره هیچ تخصصی ندارم. عزیز دلی، ما هم به خدا قسم شبهایی که نمیتونم در خدمت شما باشم انگار یه چیزی گم کردم. ما هم به شما عادت کردیم، شما رو دوست داریم، بالاخره عزیزان ما هستیم. خب بحث شروع میکنیم. آقای مهندس شریفی هم تشریف خواهند آورد. اول بحث دیگه ای دارم. این انگشتر همون باز فراموش کردم، اون آیاتیه که روش نوشته شده. اینجا دقیقا توضیح داده شرف شمس رو. ببینید بنده چند تا داشتم، چون اینها ببینید الان 2-3 تاشو به شما نشان بدم، نزدیک 3-4 تا نگین دارم. خب
که نوشته شده اشتباه هست و اشتباه نوشته شده. توی این کتاب کامل توضیح داده که روش صحیحش چه است و کی باید استفاده بشه و اون دقیقا مطابقت کردم توی این کتاب نوشته بود و درستش توضیح داده بود، دیدم که اشتباه نوشتم. اما دوستان، بحث اول ما در مورد سیستم نقطه زن هست که سیستم های دیجیتالی که ما طراحی کردیم یا بعضا توی بازار هستن به چه صورت کار میکنن و کیفیت کاری که از دوستان از من چندین تا از دوستان خواهش کرده بودن که خب من از شما خواهش میکنم که دیگه سپاسگزارم از شما، بنده چیز میبندم، کامنتار رو میبندم که حواسم پرت نشه، با اجازه از شما البته. ببینید دوستان، این بردی هست که ما طراحی کردیم. اگر به شما بخوام نشان بدم، نگاه کنید، این LCD که توی پلاستیک هست. خب این برد دیجیتال هست. اگر به شما نشان بدم، فیبر کارخانه‌ایه و دستساز نیست. حالا قسمت هایی میبینی به صورت آزاده، مثلا اگه خروجی آمده برای باتری، خب اینا رو دیگه باید با دست جابجا بشن و شما اگر توجه بکنید، من اینو دقیق میارم نزدیک که شما ببینید با این کیفیت کار شده و اینها به هیچ وجه دستساز نیست. ما این فیبرها رو میدیم کارخانه، خیلی از کارها رو میدیم کارخانه. این برد کوچیک که اینجا شما ملاحظه میکنید که آیسیش هم حالا نمیدونم کجا گذاشتم، باطی شد اینجا، وسایل زیاده. این برد دیجیتال هست دوستان که قسمتی که LCD بهش وصل میشه و اطلاعات دیجیتال از اینجا میاد و این قسمت بزرگ برد نقطه زن ما هست که کار نقطه زنی رو انجام بده. ببینید از قطعات بسیار زیادی درست شده، همونجور که توجه میکنید تعداد زیادی قطعات روی این استفاده شده، کیفیت بسیار بالایی داره. همینجور که خواستم به شما نشان بدم برد. ببینید دوستان، بحث تفکیک در نقطه زنها رو امشب داشتیم که چرا تفکیک همیشه 100% اون عمق زنی که در حالت آلمتال شما یه هدفی رو بگیرید، مثلا در عمق 2 متر، چرا نمیشه در عمق 2 متر تفکیکش کرد؟ حالا اگر سطح و حجم بالایی داشته باشه شاید بشه، ولی اگر ریزتر باشه شما نمیتونید هر چقدر که عمق میزنی همون هم تفکیک کنید. چرا؟ چون این برد رو شما با این برد کنار دست مقایسه کنید. خب این برد تفکیک روی برد دیجیتال هست، روی این کاری که ما انجام دادیم، و این برد نقطه زن که حالت آلمتالش هست. ببینید چقدر اختلاف داره، چه از لحاظ قطعی چه از هر لحاظی که بگید. ولی به خاطر همینه که روی اکثر دستگاه هم همینه. حالا بعضیاش اگر تک برد هستن، بعضیاش، این دستگاه مال یکی از دوستان هست در شمال کشور، براش طراحی کردیم، الان مشغولیم. ببین ما از باتری براش استفاده کردیم که اگر ببینید ژاپنیه. ببینید این قسمت نوشته بذار بچرخونم، اینه که دیدید جی اولش A ژاپنی هست. ما باتری های ژاپنی میاد استفاده میکنیم، خیلی هم گرانه، الان هم هست. اینا من اگه بخوام اینو برای شما دقیق توضیح بدم، ببینید حالا برعکس نشان میدید دوربین دیگه. این ژاپنی است، جی A P اونا کامل مشخصه. A ببینم جای دیگهش، اینا ژاپن، این پشتش مشخصه. اینا بهتر بخوام بگیرم دوربینو، نمیدونم چرا امشب. آره خب دوستان، قیمت قطعات خیلی گران شده به خاطر اینکه دستگاه ها گران شدن. به این خاطر این نایلون به این کوچیکی چند تا قطعه توشه مگه؟ این شده 85,000 تومان. باور میکنید این شده 85,000 تومان. همین باتری شده 75,000 تومان، بدون شارژر، بدون وصل، بدون سیم، بدون هیچی، همین بدون که شارژش اصلا بکنی. قیمت بسیار بسیار بالا رفته. این مال همون دوستی هست که از شمال براش داریم کار میکنیم، یه رادیو به نقطه زن به ما سفارش داده و داریم براش کار میکنیم. کیفیت بردهای ما در نقطه زن ها به همین صورت هست. ببینید دوستان، خیلی از عزیزان من خواستم قسمت فنی نشان شما بدم که چقدر روش کار میشه، چقدر براش زحمت کشیده میشه. شما اصلا به چشمم بخواید نگاه کنید، ببین چقدر بساط داره. من بیارم دورتر، این میره توی جعبه به همراه باتری و اینها. زحمت بسیار زیادی داره، به همین خاطر وقت میگیره. مثلا دوستان میپرسن چرا 10 روز؟ ببین خب آقا بخواید آماده بشه به این صورت هست. بنده مارک خاصی رو تبلیغ نخواهم کرد و اینم من باب تبلیغ نیاورده بودم خدمتتون. خواستم به شما نشان بدم که
به اون صورت است. حالا تفکیک چرا کم زده میشه؟ به خاطر که خب قدرت کمتری داره، چون دقت بالاتری نیاز داره و ضمناً همیشه تفکیک در دستگاه 100% نخواهد بود. یعنی اونی که شما میگیرید حتما اونی نیست که هست. چون چرا شما تستای میدانی و روی خاک انجام میدید شاید درست باشه، ولی وقتی که میره داخل خاک به خاطر وجود لایه‌های خاک، به خاطر پاتینی که میگیره، به خاطر خیلی چیزها ممکنه که اون خطا ایجاد بکنه و این اپراتوره که میتونه درست تشخیص بده و چطور کار بکنه. ما در این دستگاه ها ولومی داریم به اسم ولوم ست یا همون ولوم قدرت. ببینید عزیزان، این ولوم کالا از پشت میاد که حالا سر ولوم داره و خیلی چیزها. بذاریدش اینجا دست شما در من. کار کردن با ولوم ست و ولوم 10 دور که خیلی مهم هست، اینو باید زیاد بپیچانی که اون صدای بیاد سر آستانه، یعنی شروع به تق تق کردن و آستانه صدا باشه. اینه و با این دوتا بیشتر کار داره. اون یکی ولوم مال صداست. شما اینه اگر جای درستی قرار ندید نمیتونید اونزنی دقیقی داشته باشید. در هر خاکی باید دستگاه رو تنظیم کرد و با این ولوم باید تنظیم کرد که چقدر باشه. بعضی میذارن همه رو میذارن تا آخر شروع میکنن، صفر کنن شروع میکنن. این اشتباهه. با ولوم ست یه مقدار کم بکنید برای گرفتن فلزات خاص، برای بالانس کردن ها با خاک‌های مختلف باید از ولوم ست استفاده بشه و خیلی کار تخصصی هست. البته نه خیلی سخت باشه. خیلی از دوستان، خیلی از شما حتی از بنده خیلی واردتر هستید و استادترید و در این هم هیچ شکی نیست. ما کوچیک عزیز، تک تک اون عزیزانی هستیم که اپراتورهای خبره‌ای هستن، هیچ بحثی هم درش نیست. خب اجازه بدید ببینیم مهندس شریفی تشریف آوردن. آقای مهندس تشریف دارید؟ آقای مهندس شریفی، آقای مهندس شریفی تشریف آوردید؟ چون ایشون کار داشتن، بنده از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن. درود بر همه شما، درود بر شما. خواهش کردم که تشریف بیارن. ایشان تحصیل کرده دانشگاه هستن و در رشته باستان شناسی و خط شناسی ایشون تحصیل کردن. آدم بسیار باسوادی هستن، استاد بنده هستن و بنده بسیار از ایشون استفاده بردم. در محضر ایشون بودیم. انسان بسیار والا، بسیار مؤدب و از این آقایانی نیست که سایت درست بکنن، کارشناسی بکنن، دستگاه بفروشن. حالا نه خودشون کارشناسن، نه الکترونیک بلدن، نه علم رادار بلدن. یک کسی دیگه که اونم باز خودش آورده یه برد 12 رگولاتوری در تهران هست، میارن میندازن توی جعبه به اسم نقطه زن. میارن آقایانم اینقدر رگ گردنشون باد میکنه و از اونها طرفداری میکنن. مشکل ماها اینه که سوال نمیپرسیم. آقا دلیل این حرفی که میزنی چیه؟ سوال نمیپرسیم، همینجوری قبول میکنیم، دنبال یه کسی همینجوری راه میفتیم. آخه چرا؟ سوال بپرس. همین شده که الان مدیران ما بی سوادن، مملکت ما رو به اینجا کشاندن. همین مشکلی که این دوست عزیزی که دیشب بالا آمد میگفت من لیسانس دارم، بعد میگفت کتاب باید ببرین خانه، مشکل اینجاست. خب ببینید، ما معرفی عرض کردم دوست عزیز و گل بنده، ما مارک خاصی رو در اینجا معرفی نمی کنیم، چون بحث ما اصلا این نیست. ما نیومدیم تبلیغ بکنیم. اینم که اگر نشان شما دادم خواستم به شما نشان بدم که داریم کار میکنیم. به این صورت نیست که همینجوری یه کاری. این 100% طراحی خود ماست. مارکش هم به شما نمیگم. اگر کسی دوست داشت با آقای آریا صحبت بکنه، ایشون به شما توضیح خواهند داد. آقای مهندس تشریف دارید؟ آقای مهندس شریفی؟ ردیابم در مورد شب‌های قبل صحبت کردیم، بازم صحبت خواهیم کرد و مطالب بسیار ارزنده‌ای رو در شب‌های دیگه حتما خواهیم داشت. یه تماس با آقای مهندس شریفی بگیرید ببینید کجا تشریف دارن. امیر حسین، اون گوشی منو بیار، من با آقای مهندس تماس بگیرم. فکر میکنم آقای مهندس هنوز تشریف نیاوردن، مشغله دارن دیگه. بالاخره کسانی که تخصص دارن، کسانی که تحصیل کردن در تشریف آوردن. سلام عرض ادب دارم خدمت آقای مهندس شریفی، استاد عزیز بنده. ما خیلی دوستش داریم آقای مهندس، خیلی عزیزی ها، ولی ما اینو بدانید در مورد مگنومتر هم حتما صحبت خواهیم کرد. خب آقای مهندس درخواست بدید تا بنده شما رو بیارم بالا، ان شاءالله صحبت کنیم. دوستان منتظر صحبت شما هستن. احتمال داره که لایو امشب. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای مهندس شریفی عزیز.
آره چرا نمیشه، فلزجو هم کار بدی نیست، عمرزنیش یه مقدار کمه اما بالانس خوبی داره. خب بله استاد تشریف آوردن. آقای مهندسی یه بار خارج بشید وارد بشید، اون درخواست لطفا بفرستید بنده تایید میکنم، تشریف بیارید از محضرتان استفاده بکنید. خب تا آقای مهندس تشریف دارن منم یه گلوی تازه بکنم، بفرمایید. یه مقدار شربت از در خدمت شما هست. سپاسگزارم عزیز دل. به خدا نمیدارم فلزجو قیمتش چقدره. خب آقای مهندس شریفی عزیز و گل. خب سپاسگزارم، خیلی متشکرم. به 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 به. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای مهندس گل. فدات شم. خوبی شما آقای مهندس؟ خوبی شما؟ سلامت؟ ممنون، سلامت باشین. شما خوب هستید؟ فرمودید. ما شما رو دوست داریم دیگه، چاره نیست. بالاخره در خدمت دوستانم احوال شما رو می‌پرسیدن، چون شب‌های گذشته می‌خواستیم که با شما صحبت بکنیم نشد، اما خب بالاخره ما جوی احوال شما هستیم بالاخره دیگه. بالاخره شما بیاره دیگه آقا، اینا چیزی نیست که. نه اختیار دارید، شما لطف دارید نسبت من. خب دوستان من این کامنت ها رو خاموش میکنم، در خدمت آقای مهندس شریفی باشیم. مهندس خوبی؟ سلامت باشید، ممنون. شما خوب هستید؟ اول خیلی کار خوبی کردی آمدی و استفاده ببریم. ما شب‌های گذشته با دوستان صحبت میکردیم، بحث ما کلا در مورد تخصصه. خب اینی که ما از دوستانی دعوت میکنیم که صاحب تخصص هست. شاید ما خودمون بی سواد بشیم اما دوست داریم که اساتیدی رو دعوت میکنیم که دارای مدرک و تخصص کار هستن، یعنی درسشو خوندن. حالا خیلی از عزیزان میگفتن که از فلان شخص و فلان شخص دعوت میکنید، ولی سلام ندیدیم، چون خود اون شخص هم حالا شاید خودش هم چون تخصصی نداره و تحصیلاتی در اون زمینه نداره ما صرف نظر کردیم. اما شما رو قبول داریم که در مورد علائم شناسی و باستان شناسی تحصیلات داریم. خواهش میکنم، ما یه عده عزیزانی داریم که تازه به لایو ما پیوستن، یه رزومه تحصیلی از خودتون بفرمایید. اول اینکه سلام میدم خدمت شما و دوستانی که دارن ما رو میبینن و اینکه شما خیلی نسبت من لطف دارین آقای احمدی. خواهش میکنم. سوال بپرسم، نمیدونم تصویر من چجوریه، خیلی بالاست خیلی پایینه؟ یه خورده دوربین اگه کلش رو به پایین بخوابانه یه مقدار شما بیه بالا بهتره. خب میخوای من دوباره برم برگردم؟ نه همون یه ریزه جابجا بکنی کافیه. آخه شما نمیدونی من اینو چجوری اینجا مهار کردم که. اشکال نداره مهندس، فقط یه خورده صداتو قوی بکنی حله. اشکال نداره. خوب عالی شد. الان عالی شد. نه دیگه خیلی رفتی پایین الان. شما برو دوباره بیا یه خورده ایجود همچین. خب آقای مهندس تشریف برده. خب دوستان تا آقای مهندس تعجب میکنم که خب اجازه بدید صبر. خب الان باز مهندس تشریف میارن. ایشون بسیار در زمینه باستان شناسی تخصص دارن و بالا غیرتا نه اینه که میخوام تعریف بکنم، دارای تخصص هستن. من چی بگم، چه تعریفی دارم میکنم وقتی هست. سپاسگزار شما. ما کسایی میاریم اینجا صحبت میکنن که واقعا صاحب تخصص باشن، نه یه چیزی نظری که یه جایی تراوشات ذهنی خودشه. چه عرض کنم والا. مگنومتر هم در شب‌های آینده صحبت خواهیم کرد. ما از یه عزیزی دعوت کردیم، متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفت. ایشان باز متخصص این کار بود. خیلی دوست داشتم که در این برنامه باشه. بحث‌های بسیار عالی داره در این زمینه، اینه که مگنومترها چطور طلا رو میگیرن، چون این مهم هست، چون طلا یه فلزیه که مغناطیس شونده نیست، یعنی آهنربا نمیگیرندش
و میدان اونجوری از خودش درست میکنه و اکثر مگنومترهایی که از سنسور میدان سنج استفاده میکنن، یعنی میدان مغناطیسی رو تشخیص میدن، چطور میشه که طلا رو با اونها گرفت. حالا من اون بحثش از اونها یادداشت میکنم برای شما، حتما میارم صحبت میکنیم در مورد مگنومترها، در مورد نقطه زنها فیلم های تصویری هم خواهیم داشت، حتما صحبت میکنیم تا آقای مهندس باز تشریف بیاره. امشب میخوایم در مورد علائم با ایشون صحبت کنیم که خب تشریف آوردن. خب آقای مهندس تشریف بیارید بالا، ما هم یه چایی رفتیم. خانم هوای ما رو داره دیگه، خلاصه ببخشید. خیلی خوش اومدید. ببخشید. خب مهندس جان، بحث امشب ما در مورد، خب شما اول یه رزومه تحصیلی و کاری از خودت بگو، بعد در خدمت شما هستم. بفرمایید. البته من دفعه قبلم گفتم خدمت دوستان، حالا باز دوباره شما صدات یه خورده ضعیفه مهندس، صدات یه خورده ضعیفه. خب نمیدونم چیکارش کنم. الان بهتره؟ آره الان خیلی بهتر شد. میخوای هندزفری وصل کنم؟ اگه وصل کنی بهتره. خب بذارید ببینم میتونم پیدا بکنم. چشم. خب اشکال نداره، حالا شما رزومتون رو بگو، حالا یواش یواش پیدا میشه. الان بهتره صدام؟ الان خیلی بهتره. یه خورده نزدیکتر اگه بیاید این شکلی مثل کله من که الان بزرگ شد. آره. خب بفرمایید. بله. من واقعیت امر اینه که روزای اولی که شروع کردم به این کار سال 88 این حدودا بود که اون موقع مهندسی الکترونیک میخوندم و خیلی علاقه داشتم به باستانشناسی و خیلی علاقه داشتم به موارد تاریخی و از این دست. یواش یواش رفتم تو چند تا کلاس آموزش خطای میخی و اینا شرکت کردم و از اونجا کشیده شدم به سمت اینکه برم این رشته رو کامل و جامع ادامه بدم. به صورت آکادمیک؟ بله به صورت آکادمیک کاملا. بله. و بعد اومدم کنکور ارشد شرکت کردم و رتبه 13 کشوری شدم و دانشگاه شهید بهشتی فرهنگ و زبانهای باستانی ایران خوندم و تخصصم هم معنویته که برای دکترا دارم کار میکنم. اما اون چیزی که خیلی به من کمک کرد تو این کار این بود که آکادمیک دنبالش بودم. من بارها و بارها به دوستان عزیزمون گفتم یه رشته خاصی به نام هکر یا هکری توی دانشگاه نداریم. اینو نمیدونم دفعه قبل گفتم براتون، فکر میکنم. هکر موقعی میتونه هکر باشه که الکترونیک رو کامل بلد باشه، نرم افزار کامپیوتر رو کامل بلد باشه و شبکه‌های کامپیوتری رو هم کامل بلد باشه. تازه میشینه کلاس اول هکر شدن. رشته علائم شناسی یا گرایش علائم شناسی هم همینطوری هست که یه نفر باید تاریخ رو خیلی خوب بدونه، خطهای باستانی رو خوب بدونه، اساطیر ایرانی رو و اساطیر جهان رو خیلی خوب باید بدونه. الان ما اگر وقت بشه امشب در مورد خیلی موارد صحبت میکنیم. اساطیر رو که بلد بود، بعد اون باید یه مقداری الکترونیک بلد باشه، چون بالاخره به دستگاه ها رجوع میکنن، بالاخره کار با دستگاه ها وجود داره و یه مقداری هم باید زمین شناسی و این موارد رو بلد باشن. در انتهای یه مقدارم باید فیلم های پلیسی و کارآگاهی هم ببینن که بتونن مجموعه اینها تازه میشه اولین قدم برای اینکه شما یک علائم شناس بشید. و این علائم شناس شدن من میبینم دیگه خیلی از دوستان تو فضای مجازی دیگه من فعالیتی نمی کنم ولی همه رو دارم میبینم که کی کجا چه صحبتی میکنه، چه صحبتهایی میکنن در این رابطه و دقیقا میخندم دیگه، فقط میخندم.
بنده یه سوال داشتم خدمتتون. شما که تحصیلات باستان شناسی داشتید، آیا ترمی هم پاس کردید به اسم علائم شناسی؟ آخه اصلا وجود داره یا نه؟ ببینید واحدهایی وجود داره، مثلا نمادها و نشانه ها یه سری واحد آخه یه هاست. عزیزی بود دیشب میگفت که کلا باستان شناسی علائم شناسی درش وجود نداره. حالا لایوش هست، کسانی که بخوام حرفنا رو رد بکنن صحبتشون عیناً هست، ولی ما قصد زدن ایشون رو نداریم. کلا در مورد علم صحبت می‌کنیم که آیا هست یا نیست. درست. خب صحبت قبلی من همین بود که کسی میتونه علائم شناس باشه یا کسی میتونه هکر باشه که مواردی از اون دست رو بلد باشه. وقتی یه نفر تاریخ رو نمیدونه چجوری میتونه علائم شناس باشه؟ ولی ما ببین وقتی وارد مقطع فوق لیسانس و دکترا میشید، اونجا دیگه کارهای تحقیقی به شما میدن. مثلا من یکی از کارهای تحقیقی در یکی از واحدها نمادها و نشانه ها بود که یه کتاب خیلی قطور انگلیسی بود، ما نمادها و نشانه ها رو کلا می‌خوندیم. یه واحد کامل در رابطه با اسطوره ها داشتیم، یه واحد که خیلی بیشتر 5-6 واحد در مورد اساطیر ایران داشتیم. مثلا همین نماد شتر که هست، این نماد شتر برگرفته از یک اسطوره است، اسطوره بهرام در ایران باستان، و همه ما میبینیم که شتر وجود داره. همه فکر می‌کنن شاید مربوط به اعراب باشه، در صورتی که اینجوری نیست. من در آموزشایی که قبلا داشتم اینها رو توضیح دادم که شتر چجوریه و نماد چه کسیه. ما ایزدی داریم به نام ایزد بهرام که خدای جنگ هست و این خدای جنگ یه سری نمادها خودش داره، 14 تا نماد داره. یکی از اون نمادها شتره. مثلا نمادهایی که داره، اونایی که من یادم مونده، نماد مرد جنگی، مرد 15 ساله، بز نره کوهی و گاو زرین شاخ، شتر تیزدندان و گراز و پرنده تیز پرواز مثل شاهین. اینها همه نمادهای ایزد بهرام هستند و ایزد بهرام شایع ترین و بهترین نمادی که وجود داره براش شتر هست. حالا ایزد بهرام کیه؟ اجازه هست من اینا رو توضیح بدم آقای احمدی؟ بفرمایید، استفاده می‌بریم آقای مهندس. بزرگوارید. ایزد بهرام خدای جنگ بوده در ایران باستان، اینو که اول صحبت هم خدمتتون گفتم. و اینکه ببینید ایزد بهرام به همراه ایزد مهر، این اعتقادات ایرانیان باستان بوده. ایزد بهرام به همراه ایزد مهر هر روز صبح از نظر ایرانیان باستان هر روز صبح از مشرق جلوی خورشید حرکت می‌کردند. ایزد مهر سوار بر گردونه بود، گردونه یعنی همون کالسکه مانند، سوار بر گردونه‌ای بود و از صبح تا غروب به پیمانها نظارت میکرد. جلوی این ایزد مهر ایزدی بود به نام ایزد بهرام که به شکل گراز میومد، به شکل گراز و بعضی موقع به شکل شتر جلوی ایزد مهر حرکت میکرد. حالا شما ببینید تمام نمادهای شتر در ایران یا از شرق به غرب، یعنی به سمت آفتاب درآمد هستن، یا به سمت غروب خورشیدن. اونایی که از این قاعده مستثنا هستن اونها مربوط به ایران باستان نیستن، بعد از اسلامن. اونایی که مثلا به سمت شمالن یا به سمت شمال غربی هن، چون من اینجور مواردی رو داشتم، ولی 90%، 85 تا 90% به سمت آفتاب درآمد و یا به سمت غروب آفتابن که اینا دقیقا نماد جنگن. حالا این موارد شما تا چیزی رو از ایزد بهرام ندونید خب مسلما گمراه میشید که این اصلا برای چین نماد اولا به وجود اومده. خب مسلما همه ما چیزهایی رو داریم، مواردی رو داریم که بهش توسل بکنیم دیگه، متوسل بشیم و اون
ایرانیان باستان هم اینجوری بودن. این اخلاق توسل جستن از ایرانیان باستان برای ما مونده. اون موقع میگفتن که ایزد بهرام نظر و نیازی میکردن که اگر ما در جنگی پیروز بشیم، اگر این سختی به پایان برسه، ما نمادی برای ایزد بهرام میسازیم. همونطوری که پادشاهان هخامنشی، فکر کنم اردشیر سوم اگر درست گفته باشم، وقتی که مشکلی به وجود میاد تندیس آناهیت ها رو در تمام معابد ایران میسازه و پخش میکنه. ببین نظر و نیازهاشون اینجوری بوده و این ایزد بهرام که براش نماد شتر رو میذارن و براش درست میکنن 100% یه گنجینه یا نظر و نیازی که داشتن، مقداری طلا، مقداری نقره که یه مقداری سرباریه، یه مقداریش اصل باره، اینها رو هم در کنارش میذاشتن. من پرحرفی کردم، ببخشید. نه، بسیار استفاده میبریم، بسیار حرفای جدید، حرفای خیلی بجا و پخته‌ای بود. باور کنید استفاده میبریم. همچین صحبت‌های من مطمئنم چون تعداد لایو داره همینجوری بالا میره، من مطمئنم که خیلی جای این صحبت‌ها نمیشه و البته روی این گوشی الان دارن برای من مینویسن، دارن نگاه میکنم، از شما تشکر زیاد میکنن و دوستان میگن که اگه میشه از شما خواهش بکنیم شب‌های دیگه هم تشریف بیارین استفاده کنیم از نظر شما. به خدا الان نوشته، الان نشونتون میدم پشت دوربین رو صحبت‌های شما تمام میشه. بزرگوارید. من فقط یه نکته رو بگم خدمت دوستان. خیلی از دوستان وقتی لایو رو جلسه قبلی دیدن به من درخواست دادن که وارد پیج من بشن و متاسفانه من نمیتونم این کار رو بکنم چون این پیج شخصی من هست و من یه پیج عمومی هم دارم. امشب هر کاری کردم با اون پیج وارد بشم متاسفانه نشد. اون پیج رو وارد میشم، یه شب دیگه صحبت میکنیم اونجا. دوستان میتونن، اصلا پیج بازه، میتونن بیان و عضو بشن. باور کنید بالای 20-25 نفر اومده بودن و درخواست دادن که من شرمنده‌شون شدم. اول این نکته رو بگم. شما رو ندارم، درسته؟ من اینجا مهمانم، آقای آریا در اصل صاحب این پیج هستن، اما من از طرف ایشون میگم پیج ما اصلا قابل شما رو نداره. شما هر شبی که بخواید تشریف بیارید صحبت بکنید، باور کنید ما خیلی خوشحال میشیم. بنده حاضرم کنار باشم و به جایی که موجود باشم بیننده صحبت‌های شما باشم. انصافا جا افتاده و زیباست. خب مهندس، در مورد این نمادهایی که صحبت کردین، نمادهایی که رایج توی ایران که معمولا ختم به دفینه میشن، صحبت کنید یه خورده بچه‌های یخشون آب بشه، یه خورده بحث جنجالی تر بشه. ببینید، اولا اینکه ما باید بدونیم دفینه ها برای چی قرار داده میشد. من دیدم یه جایی گفته بودن دفینه موبدان، نمیدونم این موارد. ببین، اول از همه من یه نکته جالبی رو بگم که یکی از دوستان قدیمی من که شما هم میشناختی و من قبلا با ایشون کار میکردم، ایشون یه روز به من گفت که یه دفینه‌ای پیدا شده، یه مقبره گوردخمه‌ای پیدا شده که مربوط به یک عروس خانم ساسانی بوده و با لباس دفنش کردن، گذاشتنش تو گوردخمه و لباس تنش بود و شروع کرد توهمات ذهنیشو گفتن. من بعدش حالا جواب ایشونو چون که بالاخره بزرگتر از من بود، من اون لحظه ندادم، ولی من اینو میخوام خدمت دوستان بگم که ببینید چرا ما میگیم باید شما هر کسی اشراف کامل به آداب و رسوم، سنن و اسطوره ها و عقاید و افکار اون جامعه داشته باشه. مثلا ما اگر ندونیم که ساسانیان چه افکاری داشتن، چه جوری میخوایم به دفینه‌شون دست پیدا بکنیم؟ اون دفینه ها رو که برای ما نذاشتن، که برای خودشون گذاشتن، اصول خودشون رو دارن. یکی از مهمترین موارد و مسائل اینه که ساسانیان بر این اعتقاد بودن که 4 چیز نباید آلوده میشد. 4 عنصر که نه، 4 چیزی که وجود داشت: 1 آب، 2 4 عنصر. بله، 1 آب، آتش، خاک و باد. اینها نباید خراب میشد، اینها خلقت اهورایی بودن، نباید از بین میرفت، نباید کثیف میشد، نباید نجس میشد به قول حالا
دوستانی که دین اسلام رو پذیرفتن. ببینید حالا شما فکر کنید یه فرد زرتشتی به این اعتقاد داره و اعتقادش هم اینه که هرگز مرده هاشون رو دفن نمی کنن، هرگز نمیان با لباس یه بدن رو بذارن، هرگز. اینها دخمه هایی داشتن. اعتقادشون بر این بود که شما وقتی نمیبینی این گوشت و پوست رو چه چیزی میخوره، چون نمیبینی چه فرقی میکنه مرغان آسمان بخورن یا کرمها در زیر زمین. در نتیجه می بردن توی دخمه ها و این چیزها رو، این بدن ها رو اونجا می سپردن. الان چطور مثلا مسلمان ها می برن قصال خونه، اون موقع می بردن توی دخمه ها تحویل می دادن، توی محل های مشخص و معینی قرار داده می شد، مرغان آسمان می اومدن می خوردن این بدن رو، استخوان ها باقی موند. استخوان ها رو تحویل می دادن به اون خانواده فرد متوفا و اونها فقط استخوان رو می بردن و می ذاشتن توی استودان ها یا توی گوردخمه ها. این اول از همه بدونید که اگر به شما گفتن که گوردخمه موبدانی که چه میدونم لباس تنش بود، این همچین چیزی نیست و اونا اصلا این کار رو نمی کردن. مثل اینه که شما بگید یه مسلمونی با تابوت و کتشلوار دفن شده، اصلا میخندن به آدم. در رابطه با علائم و نشانه ها، این داستان همون قلبه است که 1 متر سمت راستش. آره بله بله دقیقاً 1 متر سمت چپش. اونم داستانش برای شما گفتم دیگه، اشتباه بود دیگه که چی شد، داستانش رو براتون گفتم. در رابطه با نشانه ها که چه نشانه های بیشتر از همه در ایران پیدا میشن، در رتبه اول نشانه ها به نظر من جوغن ها وجود دارن. جوغن ها علائم و نشانه هایی برای قبور و این قبور بنا به اعتقادات مردم باستان، ایرانیان باستان، این بود که یه سری هدایا، یه سری زیورالات رو همراه فرد متوفا دفن می‌کردن تا اون طرف در جهان دیگه هنگامی که از پل چینود این روح یا روان مرده رد میشد، این هدایا رو به ایزدانی که کنار پل چینود، پایان پل چینود نشسته بودند تقدیم بکنن. حالا پل چینود چیه؟ پل چینود دقیقاً معادل پل صراط در دین اسلامه. پل چینود از ستیغ ارزول، از یعنی قله دماوند، از ستیغ قله دماوند کشیده شده به سمت بهشت. روان مردگان رد میشن، از اونجا بدکاران میفتن توی فلز گداخته و فلز مذاب و نیکوکاران به سمت بهشت میرفتن. حالا وقتی به سمت بهشت میرن، این چیزها رو، این هدایایی که همراه خودشون بردن رو تقدیم میکنن به اون ایزدانی که به پیشوازشون میان. ایزدبانو دین یکی از اوناست، دین یا دعنا یکی از اون افراده، بهمن یا وهومنه یعنی اندیشه نیک یکی از اونهاست و 3 ایزدی که اونجا نشستن و حساب و کتاب ها رو انجام میدن. اون 3 ایزد هم اینها هستن: رشن، اشتاد و زامیاد. اینها 3 تا ایزدن. این چیزها رو، این هدایا رو میبردن که به اینها تقدیم بکنن. به خاطر همینه که ما جوغن زیاد داریم، چون مقابر یا مقبره ها یا قبور زیادی داریم. من یک کتابی رو نوشتم، متاسفانه وقت نکردم که بخوام اصلا منتشرش بکنم. چندین کتاب هست، یکیش توضیح دادم از اون اول که اصلا چطوری شد که قبرها به وجود اومد، اول مردمان چیکار میکردن، بعد قبرها رو به سمت خارج از خونه بردن، بعد به سمت خارج از دهکده بردن و بعد به سمت این رفتند که هدایایی قرار بدن. حالا همون موقع هم دزدان مقبره وجود داشتن، اینها رو برای حفظ و صیانت از دزدان مقبره اومدن رمزگذاری کردن. یکی از بهترین روش ها هم جوغن بود.
پس در نتیجه مهمترین و بیشترین چیزی که ما در ایران میبینیم جوغن ها هستن. خیلی از جوغن ها آقای مهندس چند تا کاربرد دارن؟ جوغن ها کاربردهای خیلی متفاوت و چی میگن متنوعی دارن. اول از همه جوغن هایی که نشونه های قبرن، دوم جوغن هایی که بله و دوم جوغن هایی که نشونه های تثبیتی و نشونه های راهنمایی کنندن، جوغن هایی که نشونه های پایانی رو مشخص میکنن، جوغن هایی که تونل رو بهتون نمایش میدن، جوغن هایی که وجود اتاق رو نمایش میدن، جوغن هایی که وجود چاه رو نمایش میدن. همه اینها کاربردهای مختلف در جاهای مختلف داره. جوغن در تونل یه معنی میده، جوغن در دیواره یه معنی میده. شما دیگه خودت استادی، ما تلمذ میکنیم دیگه. جوغن اختیار داریم. جوغن کنار درخت یه معنی میده، ولی به وفور در ایران جوغن ها پیدا میشن. من دیدم خیلی از دوستان فکر میکنن نیچه بازی در بیارن. نیچه فیلسوفی بود که توی آلمان همه فلاسفه قبلی رو زیر سوال برد و یه سری شد توی سرها، بعد یواش یواش تو حرفاش اونا هم داشت تایید میکرد. این دوستانم میان از اون اول میگن نه جوغن هیچ باری نداره، جوغن فلانه، من 1550 تا کارشناسی رفتم و جوغن هیچی نداره و از این صحبت ها. آخه من یه بحثی کردم دیشب، ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم. من یه صحبتی کردم، طرف به خاطری که چیزی رو ندیده نفیش بکنه چون ندیده، ولی ندیدن دلیل بر نبودن نیست. چیزی که شما ندیدی دلیل بر نبودن اون چیز نیست. شما ندیدی. مثلا بحث همین تلسمات بود، یه عزیزی داشت صحبت کرد گفت تلسمات اصلا وجود نداره. گفتم آقا بنده که اینجا هستم شهادت میدم 4 مدلش خودم تجربه کردم. تلسم آب تجربه کردم، تلسم عقرب تجربه کردم، تلسم گنجشک که تجربه کردم و والا خودم کردم. ما بریم یکی میگه که میگه ببریم چشمشو می‌زدم. والا وارد یه گودالی شدیم در شمال کشور در ارتفاعات و کندن. ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم، خاطر اون صحبت میگم. و یهو آب بالا اومد. من فکر میکردم که مثلا این مسیر آبه یا مثلا میتونه تله یا آب باشه. وارد آب میشدی آب بود، مثلا بازی میکردی اون سر صداهایی که آب ایجاد میکنه و اینا. بعد از آب که بیرون میامدی لباست اصلا خیس نبود. بله. یعنی آب روی لباس نبود. حالا آقا من اینو تجربه کردم، حالا اگه هست اگر هم نیست کسی هم که میگه نیست بره از من سرزده شکایت بکنه بگه آقای داره دروغ میگه. یه جایی با پسر کوچیک هم یه روز تجربه کردم. من برای کسی یه دستگاهی رفته بودم، یه تپه‌ای بود که برای قطار لودر بریده بودش. بعد 2 تیکه سنگچین گفتم قبلا خدمتتون 2 تیکه سنگچین بود. آقا ما اینو یه حدود نیم متر کار کردیم. همون لحظه کلنگی که به زمین زدم تا انتها اون نوکش فرو رفت. به محضی که بیرون کشیدم باور کنید از زمین مثل که آب به جوشه عقرب میجوشید. بعد پسر مخواست یکی از عقربا رو بگیره، من نذاشتم نکنه عقرب واقعی باشه بهش بزنه. تا لحظه که اونجا بودیم 6-7 هزار تا انقدر عقرب آمد بیرون که سطح زمین پوشان بچه عقرب بیرون میامد. تمامی هم نداشت، یعنی من سوار ماشین شدم خواستم فرار بکنم از اونجا، تو ماشین نگاه میکردم هنوز داره بیرون میاد. آقا ما اینا رو دیدیم چیکار؟ پلتمات که وجود دارن 100%. منتها چیزی که آدم ندیده رو اگر بگه نیست خب اشتباه بزرگیه. به قول سعدی میگه که چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی دل برا خطات اینجاست. اون نمیدونه که داره نقض میکنه همچین چیزی رو. ببینید بله ممکنه شما جوغنهایی رو چیز بکنید، کاوش بکنید و هیچی نداشته باشه جز 4 تا کاسه آب. خب مسلمه اون موقع اصلا طلایی نبوده، اون موقع اصلا فعلا عصر سفال و مس و اینها بوده، هنوز نوسنگی بوده، شاید هنوز اعتقاد بر این نبوده که زیورالات بزنن، فقط ظرف آب و غذا میذاشتن. خب حالا ما بیایم بگیم نه همه جوغن ها رد میشه، نه خب اینجوری نمیشه که. آقای مهندس شما یه نظر بدید. بنده یه صحبتی رو قبلا کردم
شما اشکال بگیرید از بنده یه نظری دارم در این رابطه. اینی که جوان ها در شاخه دنیای مردگان چه کارایی دارن و چه معنی دارن، به نظر بنده یه جای البته خوانده بودم، حالا هرچی فکر میکنم به نظرم نمیرسه اون اسم اون کتاب چه بود که بخوام مستند صحبت بکنم. جوان به معنای گودال قبر آمده بود در اونجا و جایی که نظر و نیاز میشه برای اون مرده. و یه بحثی رو کردم که اینی که آب روی سر مرده میذارن، همون کاسه آب و یه کاسه غذا میذاشتن و ادوات جنگی مثل شمشیر و یا خنجر میذاشتن و پول میذاشتن. چرا میذاشتن؟ بنده یک جای خواندم که آب میذاشتن که طرف در اود نوندیا بخوره که از تشنگی نمیره، غذا داشته باشه که از گشنگی نمیره، زر و زیورالات داشته باشه که با خدایانی که شما گفتید بجنگ، به خدایان بده معامله بکنه و بهشت بخره و اگر معاملش نشد با اون شمشیر بجنگه. آیا این درست است که در اون کتاب نوشته شده بود یا خب ببینید، وقتی که ما در مورد این موارد صحبت میکنیم باید ببینیم در مورد چه فرهنگی صحبت میکنیم. اینی که شما میفرمایید برای فرهنگ، بله این البته در مورد یه فرهنگ خاص بود، خوب شد شما بیاد چون خیلی وقت پیش اینو مطالعه کردم. بله. در مورد فرهنگی که غرب کشورم البته. بله، در مورد فرهنگ آشور میتونه یه همچین چیزی وجود داشته باشه، آشوریان، بابلیان. در مورد فرهنگ هایی که از این دست هستن میشه که این موارد رو بپذیریم. این امکانش وجود داره. بله، مثلا ما توی حماسه گیلگمش که اولین کتاب نوشته دست بشریته، همه اینا وجود داره که گیلگمش داره چی کار میکنه. من حتما پیشنهاد میکنم دوستان برن گیلگمش رو بخونن. اونجا میبینیم تفکر بین النهرینی یا به قول دوستان پارسیگومون میان رودان، اونها اینو دارن. بله، حالا این دامنه سلطنتشون، دامنه حکومتشون 100% تا همدان گاهی اوقات میرسیده. ما شخصی رو داریم در زمان پادشاه ماد، یکی از پادشاهان ماد حمله میکنه، آشور رو میگیره، از پشت سکه ها بهش حمله میکنن. 26 سال ایران دست سکه ها بوده. سکه های اقوامی بودن که شمال دریای خزر زندگی میکردن، از دریاچه آرال تا دریای مدیترانه اونجا زندگی میکردن که اون موقع